آره، زنبور داره یه درآمد فوق‌العاده هست. خب حالا من اون روز این کندو رو خریدم، با این هر دوتاشو خریدم. این یکی خیلی فعاله، نگاه الان در حال حاضر میبینید تمام همه شهد رو پاهاشونه دارن میان. این یکی کمتره. چرا؟ چون که یا ملکش پیره یا این که ملکه نداره. البته فکر کنم ملکش پیره، ولی اون یکی خیلی فعاله. حالا اومدم اون روز چیکار کردم؟ اون یکی کدغه، یعنی همون چارچوبی که تخم و لاروارهاتون هستن، از تو اون بزرگه گذاشتمش تو این کوچیکه. یعنی منظورم کوچیک و بزرگ، منظورم اون که خیلی فعاله گذاشتمش تو این که کمتر فعالیت میکنه. حالا 15 روز دیگه ببینیم که چی میشه و احتمالاً ملکه درست میکنن و دوباره اینم مثل اون فعال میشه.